حرفاتو نمیفهمم. اصلا عربی بلد نیستم. ببینم اینجا چی کار میکنی؟ زبونمونو نمیفهمه. فکر کنم اومده دنبال خانوم. اینجا چی میخوای؟ ببینم تو مأمور پلیسی؟ آره؟ فقط من سوال میپرسم. بهم بگو اینجا چی کار داری؟ نه سوال میخوام نه جوابی میدم. برو کنار. دوباره ازت میپرسم واسه کی و چرا اومدی اینجا؟ تو سفارت ترکیه کار دارم. حالا خوب شد؟ کافیه؟ کارت شناسایی. یعنی تو انگلیسی هستی؟ وقتمو تلف نکن. بذار بره. خوش اومدین آقا جیهان. بالاست؟ بله بفرمایید. عمه بذار ببینمت. بودو بیا اینجا. اوه عزیزم، عمه قربون اون ریختت بره. گرفتمت. زینوش جون این برای توه. برای من؟ ممنونم آبجی جاویدان. یه سال پیش خریدمش ولی نپوشیدم. گفتم شاید خوشت بیاد. آستینش باز بود ولی فکر کردم با آستین بسته راحت تری. برای همین درستش کردم. دوستش داری؟ معلومه. ممنون آبجی جاویدان. عاشقشم. با این لباس درست مثل پرنسسه قصه شدی مگه نه؟ خیلی بهت میاد. عزیزم اون
این چیه تو دستات؟ اینو ببین، آبجی جاویدان برام یه لباس آورده. عاشقشم. به خدا تو یه فرشته‌ای. ممنونم. دل یه دختر یتیم رو شاد کردی. خدا دلتو شاد کنه. ممنونم آتوش جون. آمین آمین. آخه اون خواهرمه. حتی نمیگم مثل خواهرمه. عزیزم. آخ شما چقدر خوبی. بیا اینجا، بیا. باید منو تو عروسی ببینی. لباسم مشکیه، موهامم گوجه‌ای میبندم، کفش پشنه بلندم رو میپوشم، میرم لب جزیره وای میستم. ای دختر، فکر کردی دیوونم الکی به خودم برسم؟ میخوام قایقایی که از اونجا رد میشن به هم بگن این دختره تو این جزیره زندگی میکنه. گرفتی شدنه. اسرا، خوبی؟ خوبم، نترس. میشه چند لحظه تنهامون بذاریم؟ حتما. راستشو بخوای فکر نمی کردم بیای دنبالم. من گفتم که میام. برای پدرت خیلی متاسفم. دوست قدیمی بودیم، مرد خوبی بود. چطور مرد؟ بابام به هم زنگ زد و شماره تو رو به هم داد. گفت میکشنم، اونم توی خونه خودمون. اونایی که بابامو کشتن میخوان منم بکشن. دنبالمن. منظورت هموناییه که خیابونو بستن؟ میشناسیشون؟ همسر سابقم، کسی که پدر بچمه. پدر بچت؟ گوش کن، ما ازدواج کردیم چون بابام اینو میخواست. خیلی اذیتم میکرد. وقتی بابام فهمید گفت باید ازش جدا بشم. وقتی حامله شدم ماها توی یه اتاق زندگی کردم تا قایمش کنم. اونا یه خانواده قدرتمند و خطرناکن. مطمئن نیستم ولی به نظرم بابام این ازدواج رو راه انداخت تا از این خانواده اطلاعات به دست بیاره. یعنی ازم استفاده کرد. بابام آدم بدی نبود. خب اونم نمیدونست اینجوری میشه. عزیز دردونش بودم. اون بی‌شرفا بابامو کشتن. منم میخوان بکشن. فقط بچه‌مو میخوان. میخوای چی کار کنی؟ ببینم به کسی اعتماد داری؟ میتونم ببرمت پیش اونا فامیلای بابامن، ولی تا حالا ندیدمشون. یعنی حتی نمیشناسمشون. فکر کنم از اونجایی که قبل از مرگش اسم تو رو آورده بود به کسی جز تو اعتماد نداشته باشه. منم همینطور. باید مراقب بچه‌م باشم. فقط میخوام زنده بمونم و زندگی کنم. پسرمو نمیدم. میخوام تا میتونم از اینجا دور باشم. لطفاً. کمکت میکنم. یه جوری از اینجا میبرمت بیرون. نترس. بیا سر پا باین هستم. الان میام. باعث افتخار میزبانتونیم. خیلی ممنونم. تو وضعیت خیلی بدی هستیم. میدونم، ولی باید اسرا و بچه‌شو از اینجا ببرم. خیلی سخته. مالک همونقدر برای لبنان مهمه که شما برای ترکیه.
اسرا خانم همسر سابق فاروقه. خیلی به سفارت فشار میارن. کلی تماس گرفتن که در رو باز کنم. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. میتونید اسرا خانم رو از اینجا ببرید. یعنی مادرش ترکه، تابعیت داره. محبوبه هم شهروند ترکیه است. ولی نمیتونید بچه رو ببرید. اون هنوز شناسنامه نداره و مطمئن نیستم مادرش بچه رو ول کنه. میفهمم ولی نمیتونم ولشون کنم. عذر میخوام، من یه کار کوچیک دارم. شما لطفاً ادامه بدین. اسرا خانم شهروند ماست و جونش در خطره. اینجا نمیشه در مقابل مالکا کاری کرد و من واقعا دلم میخواد کمکتون کنم. میدونم این حرفم به عنوان کارمند دولت اشتباهه، ولی جون مادر و بچه در خطره و بدونید این موضوع خیلی جدیه. شناسنامه بچه رو صادر کنیم. ولی چطوری؟ با اسرا خانم ازدواج کنید. یعنی الان و اینجا. به عنوان پدر بچه ثبتتون میکنیم. اینجوری اونم شهروندمون میشه. فقط اینجوری میتونید ببرینش. میدونم قبول کردنش براتون سخته. ببخشین یه چند لحظه. با اسرا خانم ازدواج کنید. یعنی الان و اینجا. به عنوان پدر بچه ثبتتون میکنیم. اینجوری اونم شهروندمون میشه. اونا منو هم میکشن. فقط اینجوری میتونید ببرینش. میدونم یاسمینو دوست نداره. اگه بگی نمیخواش مثل همیشه پشتت میمونم و رو حرفت حرف نمیزنم. منم همینطور. باید مراقب بچه‌م باشم. فقط میخوام زنده بمونم. زندگی کنم، همین. اسرا، به بابات گفتم هر وقت به من نیاز داشتی شک نکن کمکت میکنم. من بهش قول شرف دادم. من جیهان آدابیلیم و قول من شرف منه. میخوام از اینجا بریم. با من میای؟ آره میام. نمیخوای بپرسی کجا؟ جایی که تو باشی حتما امنه. تنها ماندم، تنها ماندم، تنها با دل بر جا ماندم، چون آهی بر لبها خود به کس نگفتم، مهرت را به دل نهفتم، با یادت شبی که خفتم، چون غنچه سحر شکفتم. فغان برارد، دل تو ز دلم خبر ندارد، دل تو ز دلم خبر ندارد. پس
پس از این نخورم فریب چشمت، شرر نگهت اگر گذارد، شرر نگهت اگر گذارد. وصلت راز خدا خواهم، از تو لطف و صفا خواهم، که از مهرت بنوازی جانم. عمر من به غمت شد ای تو بی من و غم تا کی دردی هست نبود درمانم. تنها ماندم، تنها ماندم. بابت همه چیز ممنون. زنده باشی. میکنم. مدارکو برداشتی؟ چطوری بریم بیرون؟ اونا هنوز اونجان. نگران نباشون با من. بریم. میخوام ازت تشکر کنم پسرم. واقعا هیچ کس کاری که تو کردی رو نمیکرد. ممنونم. شما رو یادمه سالها پیش ازم پرستاری کردین، مثل مادر. فقط مادرم اینجوری مراقبم بود. این در برابر لطفی که عمر ناصر سالها پیش در حقم کرد هیچ چیزی نیست. بریم. آقای محترم، صبر پسرم لبریز شده. بهشون بگین در رو باز کنن. خب باشه، همینجا منتظر میمونیم. بابا اونا که هیچ کاری نمی کنن. لااقل بذار خودم حلش کنم. مگه نگفتی ما خانواده مالکیم؟ ها؟ نگفتی تو مشتمونن؟ میخوای با اسلحه بری تو سفارت چی کار کنی؟ اون وقت حتی منم نمیتونم نجاتت بدم. صبر کن، آروم باش. خسته شدم از بس جلوتو گرفتم. رئیس جمهور خودش قول داد که این موضوع رو حلش کنه. از صبح تا الان اصرار و نشونمون ندادن. میخوان یه جوری از اینجا فراریش بدن. مطمئنم اون ماشین سفیره. دارن فرار میکنن. سفیر نیست، اصرار رو بردن. یالا برین الان. نمیتونیم بریم. ولمون نمیکنن. فقط نترس دختر قشنگم، نترس. نمیذارم اتفاقی برات بیفته، مطمئن باش. کجا میریم آقا جیهان؟ خونه. میبرمتون خونه. زود باش، گاز بده. دیوونم نکن، گاز بده. تندتر، تندتر. راهشو ببند. ای بابا راهشو ببند.
وایسا. بس کن. در رو بس کن. باز میکنی یا شلیک کنم؟ ببینم تو فکر کردی کی هستی که سفیر ترکیه رو تهدید میکنی؟ بگو ببینم به چه جرأتی جلوی ماشین دولتی ترکیه رو گرفتی؟ معذرت میخوام جناب سفیر، سوء تفاهم شده. به هیچ وجه. حرکت کن. برو! چجوری میریم؟ جت شخصی میاد دنبالمون. با این ماشین میریم. لعنتی پلیسه. اسرا بچه رو بده من. بده من. ما خانواده ایم. اومدیم هواخوری. مرکز خارج شهر یه مورد مشکوک دیده شد. خوبه رفتن. عجله کن بودو. بیا محبوبه بودو. برو دخترم برو. من باهات نمیام. من تو رو تنها نمیذارم. دخترم تو که منو تنها نمیذاری، ولی من نمیتونم بیام. باید اینجا بمونم. کسی که دنبال من نیست، اونا فقط دنبال تو هن. نگران من نباش دخترم. محبوبه تو دیوونه شدی؟ عزیزم باید مراسم خاکسپاری باباتو انجام بدم. نمیشه که اینجوری ولش کنم. خواهش میکنم خودتو بچه‌تو نجات بده. بهت قول میدم باهات تماس بگیرم. عزیزم جیهان اون چیه؟ چی شده؟ فاروق آروم باش آروم باش. جیهان تو رو خدا پاشو جیهان. صدامو میشنوی جیهان؟ از من فرار میکنی؟ بیا ولم کن. گم شده خانت نکن. خفه شو. بشین. جیهان
عشقته؟ خدا لعنتت کنه. حتما عشقته که زار میزنی. اون شوهرمه، فهمیدی؟ این شوهرم. شوهرت؟ شوهرت؟ فاروق خواهش میکنم نکن. داری چی کار میکنی فاروق؟ فاروق تو رو خدا نکن، داری چی کار میکنی؟ لعنت بهت آشغال، تو دیوونه ای، مریضی، روانی. بمیر. تاوان کاراتو. ازدواج با یکی دیگه رو ازت پس میگیرم. اون بچه هیچ وقت تو رو نمیشناسه، هیچ وقت. نکن، از بچه‌م جدام نکن، این کارو نکن. گم شو بیرون. خواهش میکنم فاروق نکن، بذار بریم. واسه التماس خیلی دیره. بذارش زمین. بذار خدافظی کنم. زود باش. منو ببخش پسرم، ببخشید. نتونستم مواظبت باشم. مامانی خیلی دوست داره، اینو یادت نره. بشین روی زانوات. که شوهرته ها؟ حالا کجاست که نجاتت بده؟ خواهش میکنم نکن، التماست میکنم نکن. خیلی منتظر نمیمونی، زود میفرستمشون دنیا پیشت. سلام منو به بابات برسون. تمام همه چی تموم شد. آروم باش، آروم. بهت که گفتم میبرمت خونه. جیهان آدابیلی همیشه سر حرفش میمونه. یالا بیاین از اینجا بریم. کجا بریم؟ یه جایی هست میتونیم شبا بمونیم، بعدم به بقیه‌اش فکر میکنیم. زود باشین بچه‌ها، زود باشین، بیاین بریم.
یاسمین جون، این هدیه حنا بندونته. این گل سر با گل یاس تزیین شده، درست مثل اسم خودت. خوشت میاد؟ میشه که خوشش نیاد؟ خیره کننده است. مامان امسال واقعا عاشقشم. فوق‌العاده است. امیدوارم خوشبخت بشی. ادامه بدین لطفاً. میخواین بدونین جیهان کجاست؟ جیهان بیروته. چرا به ما نگفتی؟ لازم نبود بگم. مامان، آخه چرا رفته بیروت؟ ما که اصلا اونجا کاری نداریم. آخه چرا شلوغش میکنی؟ ببینم خبرچینی شغل جدیدت دامادم؟ اونجا یه کار کوچیک داره، رفته و فردا هم برمیگرده. یعنی تنها جوابتون همینه؟ نه جیهان نه من مجبور نیستیم به کسی جواب پس بدیم. باید میرفت، فرستادمش، فردا هم برمیگرده. برید تو، جلوی مهمونا زشته. برو. باشه شما برید. برو دیگه. باشه بریم داخل. بیاین تو بچه ها، بیاین. اینجا دیگه کجاست؟ خیلی قشنگه. پدرت بهم داد. میخواستم بعد از بازنشستگیم بیام. چیزی واسه خوردن هست؟ نه. تو گرسنت نیست؟ من گرسنه نیستم. به خاطر تو با این بچه. اول به زخم تو میرسیم، بعدش غذا میخوریم. من خوبم. از کجا میدونی؟ بار اولم نیست. اینطوری نمیشه. یه چیزی پیدا میکنم زخم تو تمیز کنیم. چی شده؟ گوشیم نیست. شاید اون موقع که درگیر بودی افتاده. فکر کنم. خدا رو شکر اینا بود. بیا بگیرش. میرم بچه رو بخوابونم. ولش کن، حلش میکنم. نه اینجوری نمیشه. فقط یه خراشه، حلش میکنم. لطفاً. باشه. تکون نخور. خیلی درد میکنه. نه. یعنی فاروق مرده؟ تنها ولش کردی؟ میخواست بکشتت. آره ولی حس بدی دارم. تو به خاطر من آدم کشتی. اسرا به این چیزا فکر نکن. به این فکر کن فردا اینجا نیستی. باشه؟ باشه. میرم بیرون یکم خوراکی بخرم.
وقتی رفتم در رو هیچکی باز نکنین. فهمیدین؟ هیچ کس. زود میام. سعید خوب گوش کن. هر اطلاعاتی که راجع به خانواده مالک تو لبنان میتونی جور کنی رو میخوام. مخصوصا درباره اون مرتی که فاروق مالک چی کار میکنه، کجاست و حالش چطوره. بیا ببینم. جیهان اونجا چی کار میکنه؟ این اتفاق 15 سال پیش هم افتاد. نکنه چیزی شده. اوه، زبون تو گاز بگیر. حنا بندون بدون داماد؟ فقط خودم رو گول میزنم. من احمق. حس کردم یه چیزی میشه. از چی شاکی یاسمین؟ ها؟ نگران جیهانم مامان جان. چرا نگرانی؟ گفتم که کاری داشتیم باید میرفت. برمیگرده. فهمیدن این حرف اینقدر سخته؟ به جای این فکر و حرفای الکی برو بخواب. وزیر فردا میاد. کلی کار برای انجام داریم. ناسلامتی عروسی داریم. میرم بخوابم عمه. عبدالله، از اون یارو تو لبنان خبری نشنیدی؟ جیهانو پیدا کن و زیر نظرش بگیر. نظر برای بار 3 زنگ بزنم. تا الان باید پیداش میکردن. باید همه چیزو به هم میریختن. هیچ خبری از فاروق نیست. گفتن حمله به سفارت بوده و ماسمالیش کردن. میترسم دخترم. ولی الان جیهان با ماست. همه چی درست میشه. درسته. میرم یکم هوا بخورم. ولی بیرون امن نیست دخترم. جایی نمیرم محبوبه. دم درم. باشه. بیاد. پسرم. ای روزگار است و سپاس، آرام جان است و سپاس، اشک تو مثل خنجر بر قلب من می نشیند. هی هی گریه نکن، قلب منو تکه نکن. امید روزهای من، تو جواب صبر منی. تو قلبت عشق و بکار، قلب تو خونه خداست.
چرا اومدی بیرون؟ خطرناکه. میدونستم میای. چرا نیام؟ خب دیگه بریم تو. اینا چیه گرفتی؟ غذا و خوراکی خریدم و خرت و پرتای دیگه. ممنونم پسرم. میرم میزه بچینم. پوشک بچه و لباس خریدم. اینا بیشتر به دردت میخوره. میخوای پوشکت کنم؟ اسرا، من انجام میدم. دستمال مرطوب و کرم بچه رو بده من. چجوری این کار رو یاد گرفتی؟ خب قبلا خیلی انجام دادم. از فاروق خبری نیست. همین الان تو اخبار داشتم نگاه میکردم. میگن یه دیوونه به سفارت حمله کرده. بالاخره باید یه چیزی بگن دیگه. راستشو بخوای اینجا مردم و وادار به هر کاری میکنه. ولی نمیتونن ما رو پیدا کنن. نگران نباش. بچه خوشبوم، موفق باشی. بگیرش. 20 دقیقه وقت داریم.
خدا نگهدارت باشه عزیزم. ببین خدا پدرتو گرفت اما بهت یه پسر خیلی قشنگ داد. مراقبش باش دخترم. تا وقتی که با اونی همه جای دنیا امنه. از هیچی نترس دخترم باشه. باور کن دوباره خوشبخت میشی باشه؟ باشه. بریم اسرا. داریم کجا میری؟ خودت گفتی جایی که من باشم امنه، نه؟ میبرمت خونه خودمون. نوه قوی من، امروز عروسی داریم. خواهر شکران، مصطفی کت شلوار داره، توش خیلی بامزه میشه. خب معلوم عزیز دل خودمه. دم باز. بیا 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 بیا. آرایشگر اومد. زود باش پاشو. زود باش پاشو زود به خودمون برسیم. پسرم ندو. شنیدم آقا جیهان اینجا نیست. آره خواهر امسال. درست شنیدی، ولی میاد. زنگ زدم جواب نداد. جیهان منو میشناسه، بی خودی زنگ نمیزنم، همیشه هم جواب میده. کجا رفته؟ یعنی اینقدر واجبه که تو این موقعیت رفته؟ موضوع خانوادگیه، باید یه موضوعی رو حل میکرد. موضوع خانوادگی؟ مسئله خانوادگی به ما ربط نداره؟ خواهر امسال ما هم جز همین آدابیلیاییم. یعنی فکر کنم حق دارم که نگران برادرزادم باشم. آخه همه کارا رو کردیم ولی از داماد خبری نیست. جواب دادم، ولی زیادی کنجکاوی. خانم بزرگ، وزیر و همسرشون اومدن. میرم استقبالشون اگه سوالاتون تموم شد. ببین لباسم چقدر قشنگه مصطفی، چقدر برق میزنه. بگو ببینم عزیزم، لباسم قشنگه؟ خیلی قشنگه. زینب
ببینم تو چقدر خوشگل شدی. انشالله تو لباس عروسی ببینمت. آخه کی حاضر میشه با من ازدواج کنه آبجی؟ اینقدر چرت و پرت نگو. ببین مثل یه دیگه ماه شدی ماشاءالله. زینب، ببینم کار کردن با این لباس تو آشپزخونه سخت نیست؟ اینو واسه عروسی پوشیده. جدی؟ کی دعوتش کرده؟ خب اینجا هممون دعوتیم امسال خانوم. خب راستش چون یه عروسی بزرگ گرفتیم باید چند نفری توی آشپزخونه کار کنن. من هستم. همه کارا با من. حواسم هست، نگران نباشین. بذارین زینب بیاد عروسی. باشه امسال خانوم؟ حرفمو زدم. ولی گناه داره. فقط این بار رو اجازه. آتوش بحث نکن. حدتو بدون. من حرفمو زدم. تموم شد. زینب توی آشپزخونه میمونه. آبجی اشکال نداره. همه چیز خیلی سریع بود. نشد به خانوادت بگی. وقتی برسیم میفهمن. امیدوارم خانوادت درکمون کنن. تو با هم ازدواج کردی تا کمکم کنی. در واقع نجاتمون دادی. اما حالا چی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی تا ابد که قرار نیست اینجوری بمونه. تو هم برای خودت زندگی داری. زندگی تو چی میشه؟ چرا میگی نمیشه؟ تو الان زن منی دیگه. خیلی خوش اومدی. متشکرم. خیلی ممنونم. بفرمایید بشین. ممنون. خیلی خوش اومدین. بفرمایید خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. بفرمایید بشین. خیلی ممنون. خوش اومدید. بفرمایید میشه جان. خوش بگذره. وای لباس آبی اصلا بهش نمیاد. سفر خوش اومدی. خوش اومدی. تو کیسه ها سکه طلا گذاشتم. چیه؟ میدونه قیمت سکه الان چنده؟ چه بریز و به پاشی کردن. شیطونه میگه برو کیسه های رو میزا رو بردار. شکران محض رضای خدا کمتر چرت و پرت بگو. این مجلس خودمونه. سفر این سکه هایی که به جای نقل پخش میکنن حق توه. با پول کی دارن بذل و بخشش میکنن؟ مال من و تو نداریم. همه این چیزا واسه یاسمین و متین هم هست. بس نیست؟ حتما. چون من هواشونو داشتم. چون تو بیورزه بودی. به جای این که دم در وایسی برو تو مجلس. تو هم آدابیلی ولی نه همه چیزو باید یادت بدم. شکران تو دخالت نکن. لطفاً دخالت نکن. باشه میرم پیش دخترم تا با کارات منو دق ندادی.
بی ارزه احمق. همه به هم میخندن. نمیاد. تو تنها پسر خانواده آدابیلی؟ تنها بچه بابات؟ بزرگترین آرزوی من و بزرگترین زخم. اما تو این سن کمم که چیزی نمیفهمی. اینجوری نگام نکن. چون تو اینجوری بابات منو دوست نداره. منو نمیبینی؟ به خاطر تو منو نمیبینن. اینجوری به من نگاه نکن مامان. حتی نمیتونی تا 5 بشماری. بشمار. 1 2 3. گریه نکن. اینقدر سخته یاد بگیری. بشمار. 1 2 3 4. بشمار. چی کار میکنی؟ یاسمین داری چی کار میکنی؟ صدات داره تا پایین بیاد. به خاطر اونه. جیهان به خاطر اون دوستم نداره. ولم کرده نمیاد. ازش متنفرم. به خودت بیا دختر جون. اون لباسو بپوش و بیا پایین. مردم منتظرتن. بجام. چقدر دیگه مونده؟ رسیدیم. دیگه نزدیکیم. خوش بگذری. چی شده؟ حسابی دیوونه شده. اگه این دفعه هم زیر قولشون بزنن. نمیزنن. قبلا عروسی رو به هم زدن ولی این بار نمیزنن. تا بوده تو این خونه همیشه حق منو خوردن. منو نمیدیدن. الان مصطفی هست ها؟ یاسمین امروز عروس آدابیلی ها میشه. همینو بس. اینا همشون شیطونو درس میدن. ببین ساعت چنده؟ گفت میاد اما نیومد. صبر کن آروم باش. صبر کن. حالا میبینی. ببخشید الان برمیگردم. خوش بگذره. امسال خانم عروسی شروع شد. مهمونا اومدن ولی داماد نیست. بچت کجاست؟ گفتم میاد سفر. اگه این بارم بخواین ما رو بازی بدین مطمئن باش تلافیشو سرتون در میارم. چی کار میکنی؟ میشه توضیح بدی؟ خیلی کنجکاوم. مجبوریم قراردادمون رو فسخ کنیم. اوه. اگه قرارداد رو فسخ کنیم هیچ تأثیری روی کسب و کار ما نمیتونه داشته باشه. یه جوری حرف نزن که مجبور شم اینجوری کوچیکت کنم. میخوای کوچیکم کنی؟ ها؟ منو چون ناتنیم ها؟ هرچی میخوای بگو ولی یادت نره منم آدابیلیم. هیچ چیز به جز بچه هم برام با ارزش نیست. همه چیز منن. اینو میتونی بفهمی؟
اگه امروز یاسمینمو خورد کنین، اگه اینطوری حرف بزنی و تهدیدم کنی، جهنمت میشم سفر. میگی همه چیزتن، همه چیز تو ازت میگیرم سفر. میخوای امتحان کن. جیهان اومد. خدا رو شکر. بالاخره اومدی. فکر کنم رسیدی. ببین اونجا رو میبینی؟ میبینی؟ خونه تو جزیره است؟ نه، جزیره مال من. جزیره مال توه؟ داریم فرود میایم آقا. جیهان منو ول نکرد. برگشت، به موقع برگشت. جیهانم خوش اومدی. ممنونم مامان. ایشونو معرفی نکردی. اسرا همسرم.